به نظرت قیمت از همینجا میره بالا یا پایین؟ خیلی خوب. چیزی که الان من اینجا دارم میبینم بیشتر شبیه یه پرچمه، چون مشخص اون میلش و این کانالی که شکل داده و این سناریو رو میشه براش در نظر گرفت. یعنی قشنگ یه پرچم سعودی شکل داده، ولی ما الان میخوایم ورود بزنیم، پس میایم روند رو میبینیم که نزولیه کاملا و کانال هم که نزولیه. اینجا هم یه پرش اتفاق افتاده، پس میتونه تا کف این پرچم هم بیاد. البته لیست کشی کم بالاست این ورود این معامله و اینجا یه تارگت 1 به 1 به هم میده و صبر میکنم که به محدوده کف کانال نزدیک بشه، یعنی نزدیک هم میشه خروج هم میزنم. به نظرم اینجا کافی و میشه خروج رو زد. حدست درست بود. تو استراتژی تو این موقعیت چیه؟ برام کامنت کن. مراقب باشی لیکوید نشه. بدرود.